لعنتی هرگز به این دیه نرسد. مصیبت ها به سر همون پرویز بیاید. یک نفر رو چی مجبور و یا وادار می سازد که به نزد فالبین ها رود؟ فقط با امید می رفتیم، با امید خیلی انتظاری میکرد. فکر میکنی که تمام وقت همه کارو ما بکنم کارم بود می. قهرمان برنامه ما از زمره نفران است که بارها به نزد فالبین رفته است. او نخواست چهرهش را نشان دهیم و نامش را افشا سازیم. به این خاطر از او شرطاً صنم نام میبریم. به گفته صنم او را مشکل زندگی و وضع سلامتی به نزد فالبین کشانیده است. ما یک زنی در حیات سخت عذاب کشیده، پیش پویا خورده، در زندگی عذاب کشیدگی، با امیدی که شاید اقلا یک راه زندگی ما کشوده میشه میرفتم. آدمایی که راه نشان میدادن که شاید یکون بهبودی باشه، شاید یکون بهبودی میشه در زندگی، در حیات فرزندو. خیلی با امید. به عقیده قهرمان برنامه ما همه روزه به نزد فالبین ها نفران زیاد می روند، اما آن را از اطرافیان پنهان می دارند. از این بر می آید که برخی مردم دایر به پیشگویی و مشکل کشایی فالبین ها باور دارند، ولی در این مورد آشکار بیانی نمی کنند. با گفته های فالبین ها نه آنقدر نه، کلان عموما من باور ندارم، چون که آنها متخصص نیستند. آنها راست نمیگویند. آنها همین قدر که روی آدم به نگاه کرده وای به چی محتاج است، خود آدم خودش میگوید که وای من خیلی شرایط من بینید گوید، اما وای فالبین ای گپی همین شخص میفهمد که وای درباره زندگیش که وزمین است همون گفتنش در کار و فالبین بعد همون فکر خودش رو درباره وی میگوید. هرگز باور نکردم و نمیکنم. من فکر میکنم که نزد فالبین رفتن خطا است و کاری درست هم نیست. نزد فالبین رفتگی بودی؟ نه یگون بود. ای خانه هم میگن گو سالگو که میریم ایمام چون میگیم بیا پیش دکتر برو. متخصصان به این نظرند آنهایی که به نزد فالبین ها می روند در حالت ناخوب روحی قرار دارند و یگانه راه برآمد از مشکل را رفتن به پیش آنها می دانند. عامل دیگر را روانشناسان در کمبودی روحشناسان در جامعه معنی داد میکنند. بسیار مردم ما نمیدونند که به کجا مراجعه کنند و شماره پسیخولوگان که در جامعه که کم است و آنها را نمیشناسند و نمیدانند، آنها مجبور میشوند به همین خیلی آدمان تصادفی فالبین ها مراجعه کنند. باید جماعت ما، جامعه ما پسیخولوگ داشته باشه. آدما به همین پسیخولوگا چیان محتاجند. برای که خود همه زندگی قین است، کمتر شرایط و وزنه، همه چیزی محتاجی پسیخولوگ است. باید پسیخولوگ بسیارتر شود. اگر که صف روانشناسان بسیار شود و آنها در جامعه فعالیت بیشتر کنند و به جامعه کمک خود را بیشتر رسانند و گفتم ممکن است که آنها معروفتر شوند، نمایانتر شوند، اونگاه مردم هم که آگاهی پیدا میکنن، جهان بینیشون وسیع‌تر میشد، از این چیز آگاه که میشوند. البته به جای فالبین ها آنها به پسیخولوگا مراجعه میکنن، چون که از نگاه علمی است. اون دانشهایی که از اونها میگیرن در یک لحظه در یک معما نه، در یک مسئله نه، بلکه در چندین مسئله های گوناگون مناسبت های بین شخصی در عائله آنها به آنها کمک خواهد رسید. به اندیشه کارافتادگان اکثر آنها از روی زودباوری به سخن فالبین اعتماد کرده و گویا برای بهتر کردن زندگیشان میروند. به حد که در نهایت پست زندگی قرار داشتیم، همین یکم مصلحتگر و مشورتچی که ما بود همین به فالبین بود. رفتیم با امید رفتیم. خیلی چند روزا چند مدت‌ها انتظاری کشیدیم که شاید بهبودی میشه. اساس ما برای سلامتی میرفتم. بسیار به حد سلامتی وزنیم بود. برای سلامتی نتیجه اگر بگیم که نول خطا نمیکنیم. نتیجه نه. با وجود آنکه صنم بارها نزد فالبین رفته است و در زندگی نتیجه و یا پیشروی ندیده است، ولی باز پی هم پیش فالبین میرفت. روانشناسان چنین حالت را در علم پسیخولوژی یک نوع خودفریبی انسان می‌دانند که شاید این نوبت گفته فالبین از آب درست می‌براید. بسیار مردم ما که از همین نازکی‌های علم پسیخولوژی و عموما جهان بینی که تنگ دارند، آنها به جایی که در حل مسائل گوناگون زندگی خود رو به متخصصان، پسیخولوژها، روانشناسان رو آورند،
آنها این را از اینکه بخبر که هستند، از این چیزها آگاهی که ندارند، رو به هر گونه فالبین ها میورند. مثلا مسائل های گوناگون زندگی رو میخواهند توسط همون خیلی آدمان حل کنند. مثلا چیکار کنه که مناسبتش با خشتمانش خوب شود، چیکار کنه که مناسبتش با شوهرش خوب شود، چیکار کنه که مناسبتش با فرزنداش خوب شود، یا در تعلیم تربیت فرزند. اما در گوناگون مسائل های زندگی برای حل کردن این مسائل های زندگی آنها رو به فالبین میبرند. در اصل اگر بگیریم این همه مسائل های پسیکولوژی هستند که اگر که آنها به متخصصان پسیکولوژان مراجعه کنند، پسیکولوژها از نگاه علمی با آنها راه و روش‌های بهتر کردن مناسبت‌های بین شخصی با اعضای عائله آنها رو میفهمونند و این مشکل‌ها کمک میرسونند که پس سر شوند. دیگه متاسفانه آنها به آدمانی رو میارن که آنها در اصل خود گفتن ممکن است که مقصد و مرام فریب دادن رو دارند و بنابر همین با راه‌های گوناگون آنها رو به یک دام فریب میاندازند و خودشون بخبر و این فریب آنها داده میشوند و مسئله شون قریب گفتم ممکن است معلق میموند، حل هم نمیشود. همون نفرایی که میدونم که مثل ما در زندگی پیش پویا خورده، در زندگی روح افتاده شدگیان، بسیارتر روح افتادگی آدم وای میکنه، عیبین میبره روح افتادگی اویسته. یگانه علتی که آنها داره این جهانبینی تنگ و ندانستن معلومات درباره اونی که در عین زمان به کی باید مراجعت کرد. آنها که در این مسئله خوب درک نمیکنند که این مسئله رو میتواند روانشناسان حل کنند و نمیدونند که روانشناس از کجا پیدا خواهد کرد و عموما این خود متخصصان که در جمهوری اونقدر بسیار نیستند و مشکلی هم در سر همین است، آنها مجبور میشوند که از ندانستن این چیزها معلومات ها رو به همین خیلی فالبین ها بیارند. فالبین ها مثلا آدمانی که مقصدی گفتم ممکن است که خوب ندارن، مقصدی بد دارن، مقصدش رو فریب و نیران کردن است، هیچ وقت نمیگویند که این مسئله ما نیست، این در این مسئله ما به شما کمک رسانده شده، بلکه با راه‌های گوناگون آنها رو به دام فریب انداخته مبلغی معین آنها رو میگیرند و گفتم که گویا که با آنها کمک میرسند. از مشاهده ها برمیآید که برخی پیروان دیگر ادیان هم به نزد فالبین ها میروند. پس در این زمینه خواستیم از دیدگاه دین های مختلف به موضوع نگاه کنیم که دایر به نزد فالبین رفتن چی میگویند. یک انسان مؤمن، یک انسان مسلمان نزد فالبین رفتن درست نیست از دیدگاه دین و می توانیم این را از دیدگاه دین مبین اسلام با 4 مرحله تقسیم کنیم. یعنی که یک انسان چگونه نزد یک فالبین می رود. اول اینکه اگر اون پیش فالبین می رود و اون رو تصدیق میکند که در حقیقت این علم غیب رو میداند، در اینجا این بنده مسلمان، این بنده مؤمن از دین بیرون می شود. این را علما تعبیر کردن بر کفر الاکبر، یا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد. یعنی الله تعالی خودش عالم غیب است و هیچ کس را بر اون غیب اطلاع نمیکند. در عموم رفتن پیش فالبین از دیدگاه دین مبین اسلام معنی است. نزد فالبین رفتن از نظر همه دین ها درست نیست. فالبینایی هستند که فقط اگر یک فایز یگان چیزی ممکن در ویشان بیاد پیشگویی کردنشان درست باشد، ولی خیلی زیادی فکر و خیال های زیادی دروغ است و مردم با این فریفته میشن و با راه بد رفته بعضی کارهای خیلی ناخوبم را انجام میدن. در دین و کتاب انجیل ما هر نفری که خدا را عبادت میکند رفتنش به نزد فالبین ممنوع است. آن کسی که به خدا باوری دارد و خود را به خدا بخشیده است پیش فالبین رفتنش درست نیست. در کتاب انجیل آمده است کسی که فال می‌بیند گویا روح و ارواح ها را دعوت می‌کند که این عمل‌ها گناه و حرام است. فالبین‌ها می‌گویند ما دایر به این یا آن مسئله پیشگویی می‌کنیم، ولی نادرست است، زیرا این همه ضد قانون‌های خداوندی میباشد. در کتاب انجیل نوشته شده است که تنها خدا را پیروی و اطاعت باید کرد. از این رو آدمان را ضرور است که پیروی از آیات‌ها و قانون‌های الهی کنند. Те указания, которые дает Бог в Библии или в каких-то других религиозных священных писаниях. همزمان در برنامه خواستیم اندیشه حقوقشناسان را در مورد به پیش فالبین ها رفتن از نگاه حقوقی دانیم که قانونگذاری نسبت به این مسئله چی پیش بینی کرده است. این چیزها منع نشده است،
ولی این چیزها اجازت هم نیست. یعنی حقوق این مسئله ها رو حل نمی کند، این مسئله ها رو تنظیم نمی نماید. در حالت هایی که همین گونه پیشگویی ها، همین گونه عمل ها به حقوق های انسان، به منفعت های انسان، به سلامتی انسان ضرر می رساند، حتما در این حالت ها حقوق این حالت ها رو تنظیم می کند. شکوه قهرمان برنامه ما از اطرافیان است که آنها را دیده و دانسته نه به نزد متخصصان بلکه به نزد فالبین ها راهنمایی می نمودند. پیش فالبین کی میره؟ زن میره، زن ها میره، مادر ها میره، زن های تنها میره، برای که در زندگی شکست خوردن، پیش پایا خوردن، عذاب با یک کس توصیه میتیه به همون امید میبندن میروند و یا گناهگار نیستند، توصیه دیننده ها گناهگاران. یک زنی در برای راست هدایت کنند. از گفته همصحبتان برمی آید که نرسیدن روانشناس و خوب تشویق نگردیدن علمهای معاصر در جامعه و دور بودن مردم از احکام دین و پس بودن جهانبینی آنها را به نزد فالبین ها میکشاند که در نهایت مثل قهرمان برنامه ما سرسانی های زیاد را در پی دارد.